درود به شما بینندگان عزیز و ارجمند. اینک سلسله نمایش ما را از ولایت سرخندریا ادامه می‌دهیم. این دم ما شما را با زندگی نامی مردم محله گل‌آباد ناحیه آلتنسای از نزدیک آشنا می‌سازیم. دقیق ترش عاید تعلیم و تربیت در مکتب تعلیم همگانی رقم 9 همین محله سخن می‌رود. مکتب ما سال 1970 گشوده شدگی است. در دوام همین سالها بسیار استادان در همین مکتب خدمت کرده تا به حال خدمتاشون آمده ایستاده است. حاضر در مکتب ما 61 نفر معلمان کار میکنند و 738 نفر خوانندگان تحصیل میدهند. همین اهلی خانواده محلی گل‌آباد فرزندانشان در همینجا تحصیل میگیرند. و غیر از این مکتب ما در المپیادهای ناحیوی، ولایتی، جاهای فخرناک گرفته آمده شدند. در کتابخانه مکتب 1070 دانه کتاب‌های تاجیکی و غیر از این کتاب‌های با زبان ازبکی هم و غیر از این با کتاب‌های روسی هم هست. از همین تمام خوانندگان مکتب استفاده می‌برند. آره، در مکتب مسئله تعلیم و تربیت خوب براق مانده شده است. در این جاده خدمت به اندازی آموزگاران این مسکن علم شاهد قید است، چون معلم خود کسبش را احترام دارد و نسبت شاگردانش مهری به اندازه را صاحب است. این البته در دوامات طالب علمان انعکاس یافته است. همه به ادبیات شوقی زیاد را صاحبند. محبت را نسبت زبان مادریمان احساس کردیم. همه شعر مشق می کند. باعث خوشنودی است که در دو زبان. استادان من اسماعیلا و ستارا و معلمان از زبان ادبیات می باشند. آنها از خردیمان با ما با زبان تاجیکی شعر گفتند، شعرها نوشتن را بسیار کمک می رسانند که نویسیم. من با این کمک آنها تشکرهای زیاد اظهار می نمایم. اهالی تاجیک زبان این دهه خیلی همجهت هم برادرانه استقامت می نمایند. در این دهه ما بسیار هم هنرنمایی اهالی مردمان ما با هنرنمایی هایشان خیلی مشهور می باشند. از جمله زنان با بافندگی، گلیم بافی، زندگی خیلی مشهور می باشند. مردمان ما با همون چارواداری، باغداری، دهقانی، کندکاری خیلی در همه جا معلوم و مشهور می باشند. در دهه ما ادیبان، شاعران با همه ایجادیات خود خیلی مشهور می باشند. در آینده من معلم زبان ادبیات شدن می خواهم و با شاگردان تعلیم درست را دادن، با زبان ادبیات تاجیک فرهنگ تاجیک را رواج دادن، البته حسی خودم را گذراندن می خواهم. دلم کردی رفشان، با تو نیست در من ارمان. توی آفتاب و باران، با تو دلی من آرام. در جهان باش همیشه، تو هم درخت و ریشه. با تو گلزار از صحرا، به تو حیات نمیشه. با تو هست باوری ام، زبانی مادری ام. پر اسراری زبانم، با تو روشن جهانم. قیاشدek نور saçadı, kalbin daim açadı. Yamanlikdan qochadi, oftobimsan kitobim. Bilim beradi doim, yakka yagona oyim. Ilmga to'lgan soyim, oftobimsan kitobim. طالب علمان از دوستی ادبیات ها و شاعران بزرگی خلقای تاجیک و ازبک با فخر سخن میگویند و خود آنها دوام دهنده این کار عبرت بخشی بزرگانند. تو را جان و جهان گویم مادر، تو را وقتی زمان گویم مادر. میان قرنها و نسل انسان، تو را پیوند جان گویم مادر. چی باشد خنده ای مهری جهان تو، تو را مهری جهان گویم مادر. اگر با گل تو را نسبت بدادند، تو را شاهی گلان گویم مادر. ندارد شعری زیبا گرچه هم تو را شعری روان گویم مادر. نشانی تو اگر فرزند باشد، تو را فرزند جان گویم مادر. دم فرزند تو سیاره گرد است، تو را سیاره بان گویم مادر.
kitoblar olamida har kun kezib yurgayman. Har xil kitob she'rlarni har doim o'qiganman. Ajoyib she'rlarni yu maqollar asarlarni miriqib shodu obdan yod olib o'qiganman. İlk olgan kitobim bu. Albatta alifbodir. Butun dunyo harflari ushbu kitobda jodir. Men uchun eng zo'r kitob bu Navoiy hamsasi, Altib Boburnoma ham kitoblarning sarasi. Kitoblar bu ilmning zarra zarra tillosi. Kitob nodir xazina, xazinalar podshosi. Kitob o'qigan kishi murodiga yetishar. Kitobni qadrlagan ulug'likka erishar. مهر محبت نسبت وطن مادر در دل جسم جان آنها موا گرفته است و این حسیات را با شعر ifade نمودند. آیید دوستی، همدلی، خویشتن‌شناسی هم صحبت‌های ما خاطرمان بود. پی بردیم که جوانان با کتاب علم آموختن مهر دارند و از پی افزون نمودن دانششان غیرت می‌کنند. با معلمی زبان و ادبیات تاجیک گلرو ستارova هوس کنید می ارزد. پدر شادروانش آموزگار بود و امروز دخترش هم همردیف مادر است. من اساساً فن زبان ادبیات به نهایت دوست می داشتم، چون که پدری من در همین مکتب هم بنیادگری همین مکتب بودن. همین مکتب پایانداز گذاشتن و 18 سال دیرکتور مکتب بودن. اون کس بسیار درس وقتی که درس میدادن، اون کس در وقت درس دادن پدرم سخناش گوش کرده ایستاده. من خود یک شوق و هوس در دلم، مهر و محبت نسبت به همین فن پیدا شده بود. پدرم درس دیهشان یا که همین پدرم بسیار که درس خیلی عجایب یا طلبشان من در دوشنبه تحصیل علم گرفتم. بعد از آن آمده من اویله کردم. اویلی من نیز معلم بودن، آموزگار بودیم. ما هر دو آموزگار همین مکتب بودیم. اون کس از متماتیک، فن متماتیک درس میدادند، من از فن زبان ادبیات درس میدادم. شاگردای بسیاری برآورده بودم. بعد از این ما با بسیار شاگردا برآوردگی هستیم. همچنین باز من از همین خرسندم که فرزندان من هم همین کسب پدر و مادر را دوام دادن. در مکتب محفل‌های گوناگون عمل می‌کنند. موسیقی، رسامی، ورزش و غیرها. نعیم جان چارقولوف بر رسامی شوق دارد. او منظره‌های به تکرار محل زیست را با رنگ‌های گوناگون چنان زیبا می‌آفرد که از تماشایش محبت او را به طبیعت و زیبایی خوب احساس می‌کنید. احرام‌الدین سید مرادوف با آوازخوانی علکه آبرو پیدا کرده است. چاره‌بینی‌ها در مکتب و ناحیه با اشتراک این آوازخوان خودصدا باز هم سرمضمون می‌گردد. او در همه موضوع ترانه‌ها دارد. جاویدان ها باشی سلامت، مادر مادر جان مادر، درسی سادر فصلی محبت، مادر مادر جان مادر. سردار طاهرов برای باز هم چست و چالاک شدن طالب علمان کوشش میکند. پس از درس محفل ورزش را راهبری میکند. همه، هم شاگردان و والدان از او منت پذیرند. در صحن مکتب خوشبختانه موزه قدرت‌های ملی باسه کوشش معلم تاریخ این مکتب حبیب الله اسمت اللهیف با دستگیری همکسبانش و مردم محل زیست باش شده است که امروز عاید فعالیت این موزه نه فقط در ازبکستان حتی در خارج هم می‌دانند. معلم با اکسپونات‌های موزه در نمایش‌های بین الخلقی بارها اشتراک داشت. موزه ما سال 1991 به مناسبت یک سالگی صاحب اختیاری دولت ازبکستان تشکیل یافته است. در موزه زیاده از 3000 چیزهای تاریخی وجود دارد. سالهای بسیاری موزه را ما با چیزهای تاریخی بای کناندیم. از رایون‌های دوردست
ولایت سرخانdaryo از دیگر ناحیه‌ها بسیارتر به موزه می‌بیان. ما آن چیزهای تاریخی که در اینجا هست تاریخی 2700 ساله دارد. ما خوانندگان را مهمانانی از جای دور آمده را شناسایی می‌کنیم. موزه از 7 قسم عبارت می‌باشد. در موزه اساساً بسیارتر از جایهای کافتگاه‌های آرکئولوژی و غیر از این از کوهپاره‌ها از بسیار جایها چیزهای قدیمی که هست ما رفته از آنها گرفته آورده در موزه جایگزین کردیم. با یاردم چیزهای قدیمی موزه زیاده از 8 سال ما در راه ابریشم بزرگ شهر تاشکند اشتراک کرده و حتی آبرو و اعتبار موزه را به دولت‌های خارجی هم نشان داد کردیم. نقشه‌های آینده من برای خلق خودم، برای تاریخ آینده باید من اولادهای آینده من همین چیزهای موزه را باز هم بسیار کنندن و بسیارتر شناس کنندن، بسیارتر خارجی ها را و موزه آورنده، یعنی با اجداد و اولادهای تاریخ پیشینی ما را شناسایی کنندن، آبرو اعتبار موزه را در نه فقط رایون، ولایت، ریسپوبلیک بلکه در جهان نشان دادن. مردم فرهنگ دوست ما تاریخ خود را خوب می‌دانند. از کتاب و نقل پیران صاحب تجربه باز هم علمشان را غنی‌تر می‌سازند. خوشبختانه فعالیت چنین موزه تاریخی گذشته و امروز ما را پیش نظر جلوه‌گر می‌سازد. هر یک اکسپونات یک تاریخ است، ایجاد است، اثبات آن است که اجدادان ما در همه وقت برای روزگار آباد کوشش می‌کردند، با هنرمندی شغل می‌ورزیدند و این سطح زندگی آنها را انعکاس می‌دهد. از تنور قدیمه که تاریخ 2700 ساله داشته است دیده راستی گپ حیران ماندم و از ذکاوت و از مهارت گذشتگان خود راستی گپ فخر کردم که آنها چگونه نان پختند و شوق و ذوق برای پیشرفت زندگیشان کوشش و تلاش کردند. و در اینجا گوشه برای بانوان به نظرم در این موزه تشکیل کرده شده است. بینید که چگونه سوزنی های زیبا که گذشتگان ما، ماماهای ما دوختند در اینجا جایگزین شده است و در اینجا هر خیل اشیاهایی که لباس ها، سر و لباس های برای بانوان دوخته شده در اینجا جمع آورده شده است و میبینیم که در اینجا روز از روز، سال از سال اشیاها زیاد میگردد. راستی انامین اشیایی که سربندک نام دارد و میبینیم که این گذشتگان ما، ماماهای ما از این گونه سرپوشک ها استفاده بردن و این هم برای زیب و زینت آنها بودگی، هم اینچنین انامین سرپوشک ها در وقت زمستان بیشتر پوشیده میشدگی که اینجا موی ها در آورده شده این پیشانه و سر بانوان را گرم می کرده است. در چهاربینه های گوناگون مرکز ملی مدنی تاجیکان ولایت سرخانdaryo و معرض تماشا بارها اکسپونات های ناتکرار موزه قدرت های ملی مکتب رقم 9 ناحیه آلتنسای گذاشته شده است که از طرف تماشابینان بهای باسزایی گرفته است. در همین موزه جمع آوری کردن بعضی چیزهایی که این به مرکز مدنی تاجیکان ناحیه آلتنسای همسهمگذار است، چون که اینجا ما مرکز داریم، مرکز تاجیکان در این ناحیه عمل میکند و اکای اسمت الله با این همچون رهبر هستند. این چیز هم وادار کرده است که اینها بعضی چیزهای در دست مردم بودگی رو اینجا آوردند برای معرض نمایشگاه گذاشتند. یعنی خصوصا برای تاجیکان همین واحه دیدن همین چیزها به نظر من بسیار خوشایند است. خاطر همین
البته با کارهای اون کس، با کارهای من بعده اون کس با مرکز مدنی تاجیکانی واحد آلتینسوی باز برار میخواهیم. البته هر یک اکسپوناتی که در موزه وجود دارد این یک تاریخ، یک گوییم قدریت ملی، یعنی که از مدنیت و معنویت و معرفت خلق ما، ملت ما، کشور ما یعنی دلالت می‌دهد. بیننده نکته سنج، این بود گزارش ما از ناحیه آلتنسای ولایت سرخندریا که با یک عالم تأثیرات و خاطره های ناتکرار از آنجا برگشتیم. اگر نصیب گردد راهتان به آلتنسای افتد، البته به موزه قدریت های ملی تشریف فرمایید، خود اقرار می شوید. قربانی چشمی روشنت من میروم، نگو زارم بگردی دامنت من میروم، نگو قربانی چشمی روشنت من میروم، نگو زارم بگردی دامنت من میروم، نگو برباد رفت خیرمنی دار نداری من، برباد رفت خیرمنی دار نداری من، میرم به موی خیرمنت من میروم، نگوی قربانی چشمی روشنت من میروم، نگوی من میروم، من میروم، من میروم، نگو من میروم، من میروم، من میروم، نگو تا دستی تو برگردنم گردون به دستی توست، تا دستی من برگردنم من میروم، نگوی تا دستی تو برگردنم گردون به دستی توست، تا دستی من برگردنم من میروم، نگوی سر تا به پا خزینه ای حسن و ملاحتی، جز این بهانه جستنت من میروم، نگوی من میروم، من میروم، من میروم، نگوی من میروم، من میروم، من میروم، نگوی برباد رفت خیرمنی دار نداری من، میرم به موی خیرمنت من میروم، نگوی برباد رفت خیرمنی دار نداری من، میرم به موی خیرمنت من میروم، نگوی سر تا به پا خزینه ای حسن و ملاحتی، جز این بهانه جستنت من میروم، نگوی